خب مصیبت هایی که به امام ابو حنیفه آمد چی بود؟ هر یک عالم در دنیا به بلا گرفتار میشد. ابن حبیره والی عراق بود، امام ابو حنیفه رو میزد که قاضی شوند. فابى ان یکون قاضیا، گفتن که من قاضی نمیشم، گفت سرکشی کردن. در کتاب سیر اعلام النبلا اومده است. بشر ابن الولید میگوید که طلب المنصور ابو حنیفه فاراده علی القضاء. منصور این خلیفه بود، طلب کردی امام ابو حنیفه قاضی شوند و حلف لیلین، قسم خورد است که البته تو قاضی میشی. یا ابو حنیفه دیگه من قاضی نمیشم، قسم به نام الله تعالی قاضی نمیشم. پادشاه قسم خورد است که قاضی میشی به نام الله. ابو حنیفه رحمت الله علیه قسم خوردن که من قاضی نمیشم. فقال الربیب الحاجب، یا آدم دربانی یعنی که محافظی پادشاه گفت است که امیر مومنان قسم میخورد و تو هم قسم میخوری؟ یعنی به امیر مومنان قسم خورد الکی به نام الله، تو چی به قسم خوردی برخلاف قسم پادشاه؟ امام ابو حنیفه گفتن که امیر المؤمنین علی کفاره یمینه اقدر منی. امیر مومنین ها به کفاره قسمش از من دیده قادرتر است. کفاره قسم یعنی یک غلام آزاد کردن. در اون زمانه ها غلام بود. به غلام آزاد کردن ابو حنیفه هم قادر است، پادشاه هم قادر است. یکی پادشاه قادرتر است. یعنی کسی اگر قسم خورد و قسمش اشکند باید کفاره دهد. امام ابو حنیفه گفتن که به کفاره دادن قسم امیر مومنین ها از من دیده قادرتر است، قدرتمندتر است. گفتن یعنی یگان کس به ابو حنیفه اگر مناقشه کند و بحث کند مغلوب میشد. امام ابو حنیفه بسیار صاحب جدل بودند. در جدل همه را یعنی که مغلوب میکردن رحمت الله علیه. بعد پادشاه امر کرد که ابو حنیفه زندان کرده شد. فمات فیه ببغداد. بعد در همون زندان در بغداد وفات کردن. بنابراین قبرشان در بغداد است. این نقل در کتاب سیر و اعلام النبلا آمده است. امام ذهبی نقل کردند. و مغیث بن بودایل میگوید که دع المنصور و ابو حنیفه الى القضاء. منصور یعنی امیر مومنین ها خلیفه امر کرده است که ابو حنیفه رحمت الله علیه قاضی شوند، فامتنع سرکشی کردن. قال ترغب عما نحن فیه، تو گفتن روی چه قاضی را قبول نمی‌کنی؟ سیاست ما رو مگر دستگیری نمی‌کنی؟ یعنی ضد سیاست ما هستی؟ قال لا اصلا، نه من ضد سیاست شما نیستم، ولی من به منصب قاضیگی صلاحیت ندارم، مناسب نیستم. قال کذبت، دروغ گفتی. پادشاه میگه که دروغ گفتی. بعد امام ابو حنیفه میگن که فقط حکم امیر المؤمنین علی عنی لا اصلح فان كنت کاذبا. در حقیقت امیر مومنین حکم کرد که من به قاضیگی سزاوار نیستم. برای چی؟ برای اینکه قاضی گفت که دروغ گفتی. گفت اگر امام ابو حنیفه دروغ گفته باشن دروغگو باید قاضی نشود. یعنی خود امیر مومنین شهادت داد که من صلاحیت ندارم به منصب قاضیگی چون که من دروغ گفتم بنابر قول سلطان. حالا اصلحو، من مناسب نیستم به منصب قاضیگی. و این کنت صادقا، اگر من راستگوی باشم، یعنی تو من نگویی که نه تو دروغگوی نیستی، تو راستگوی گویی، فقط اخبرتکم انی لا اصلح، من واقعا شما خبردار کردم که من مناسبی وظیفه قاضیگی نیستم. اگر راستگوی باشم من سزاوار نیستم، اگر دروغچی باشم دروغچی باید قاضی نشود. ببینید مناقشه را، در مناقشه پادشاه هم او را غلبه کرد، میرون بری فحبسه، حبس کرد. یعنی پادشاه اگر با علم و با حجت اگر مغلوب کرده نتواند، دشمن همین از خودش، بعد با ضرب زندان و کشتن کار، حقارت و دشنام کتیه. با علم اگر مناقشه کرده نتونه، بعد با حقارت و با عیب کردن در جسمش و با عیب کردن در دیگر چیزا میگذره. فحبسه، پس زندان کرد.